باشه مثلا خیلی خودمونی درست کنیم. شروع شد. خب ارمنستانی خیابون چیه؟ اسم خیابون نورک؟ اسم این خیابون رو دقیقا یادم نیست. ناردوس، خیابون ناردوس. خیابون ناردوس نرسیده به سلام. الان منم داره میگیره. آره داره میگیره. خودم چون خب مسئوله. آره من تقریبا 1 ماهه که اومدم ارمنستان. در تلاشم که درسمو بخونم، مدرک زبانمو بگیرم. فعلا حالا اینجا یه ذره سخت بود بخوایم پیدا کنیم زمین مناسب برای دویدن. دویدن چیه؟ برای دویدن. خب مگه چیه اصلا اینو بگو نمیدونی؟ چرا؟ خب من دوندم. بعد دونده یعنی مثلا بیشتر تلاشم بر اینه که ماراتون رو انجام بدم، 2 ماراتون 2 کامل. ولی خب برای شروع دارم توی مسابقات 7 ماراتون، نیم ماراتون اینا شرکت میکنم. خیلی یهویی متوجه شدم که پوما اینجا داره مسابقه برگزار میکنه و یه اسمش هم گذاشته وان ران پوما و دقیقاً فردا این مسابقه شروع میشه و ما میتونیم یه 10 کیلومتر با هم شروع کنیم داشته باشیم. چه عالی. آره محوه میوه شده. آره توت فرنگی هاشون اکثرا گلخونه‌ای هن ولی من تست کردم خیلی خوشمزه، اصلا فکرش نمی‌کردم انقدر خوب باشه. خب پس یه مسابقه‌ای هست که پوما برگزار میکنه. همه سنینم توی یعنی از 1 کیلومتر داره تا 21 کیلومتر. حالا من چون تمرینات کافی برای 21 کیلومتر نداشتم گفتم یه 10 کیلومتر شرکت بکنم، خودمو بسنجم. تقریبا از 2 هفته که اومدم اینجا فقط 1 هفته شد تونستم برای مسابقه تمرین کنم. ولی میخوام ببینم که چی میشه در نهایت. حالا فردا مشخص میشه دیگه، ببینیم چی کار میکنیم. حتی تعداد شرکت کننده ها هم هنوز نمیدونم ولی فکر نمی کنم خیلی زیاد باشن. خب تا حالا یه همچین مسابقه رو تجربهشو داشتی دیگه؟ آره من در واقع از 2 بعد شرکت در مسابقه رو تجربه کردم. یکی به عنوان شرکت کننده، یکی به عنوان کادر اجرایی مسابقه و می‌خواستم ببینم که از 2 تا وجه چجوری میشه حالا به همه چیز نگاه کرد، از هر 2 وجه اون لذتش رو بچشم، چون من خودم خیلی دوست داشتم. یه پارسال اولین مسابقه‌مو شرکت کردم ترکیه، 15 کیلومتر پارسال شرکت کردم. حالا امسال 10 کیلومترم. بعد از اون کیش یه مسابقه برگزار کرد که ما جزو کادر اجرایی اونجا بودیم. ریس پک مردم رو تحویل میدادیم، وسیله هاشون رو میدادیم، حالا کارای چیدن ریس پک، اون کیفی که توش حالا نوشیدنی و اینجور چیزا میذارن با بیب نامبر. حالا ما اون موقع پشت سیستم بودیم، اون ذوقی که همه می اومدن ریس پکشون رو تحویل بگیرن و میدیدیم، خیلی لذت میبردیم. خیلی تجربه جالبی بود. الان داریم میریم بیب نامبرمون رو بگیریم، اون شماره‌ای که روی لباسمون میزنیمش. آره همون چیزی که من پارسال توی مسابقه به بقیه میدادم، الان اون ذوق من قراره داشته باشم. حالا چیزای جالب اینجا دیده میشه. خب خودت الان چی فکر میکنی؟ مثلا فکر میکنی مقام بیاری نیاری؟ حقیقتا هیچ ایده ای ندارم، چون از وقتی که اومدم اینجا اون تمرینی که دلم میخواست داشته باشم اون نداشتم. یعنی چی؟ مثلا دلم میخواست چقدر باید تمرین کنی؟ حداقل 3 روز در هفته باید تمرین دوم انجام بدم، ولی خب من هنوز به هوای اینجا، به شیبش، به ارتفاعش عادت نداشتم. یه ذره هوا هم خوابالود بود و اینکه تصمیم گرفتم، حالا گفتم اشکال نداره بذار این یکی رو به عنوان یه فان ران داشته باشم، ولی خب باز تمام تلاشمو میکنم. آخرین رکوردی که من توی 10 کیلومتر داشتم 54 دقیقه بود. اگر بتونم این رکورد رو بزنم باید دوستان عزیز رو به شیرینی دعوت کنم. آره
عالی. آره ببینیم دیگه فردا چه کار میکنیم. چند وقت اومدی ارمنستان؟ من دقیقاً 1 ماه و 10 روزه که اومدم ارمنستان و قراره که اینجا دانشگاه ثبت نام کنم. حالا کار خودم، شغل خودم رو فعلا به صورت آنلاین انجام میدم تا زمانی که شغلت چی بود؟ من تو کارم طراحی جواهراته، هم طراحی هم ساخت، ولی در حال حاضر چون ابزارالات هم همه ایران گذاشته شدن فعلا فقط طراحی مدل سازی انجام میدم تا زمانی که ببینم به صورت آنلاین مثلا برای برندهای مختلف سفارشی داشته باشن طراحی میکنم. بله خیلی ممنونم. چطوره ارمنستان؟ خوبه؟ ببین ایروان دیگه مخصوصا آب و هواش و این چیزا رو اگر بخوام بگم خب هواش خنکه یعنی ولی خب خیلی ناپایداره. از نظر مردمش تا الان که مردم خیلی خوبی داشته، یعنی ایرانی‌ها رو دوست داشتن طبق تجربه‌ای که من داشتم و ارتباط با اینکه هم زبون نیستن، یعنی اصلا نه انگلیسی نه فارسی، حالا فارسی باز بهتر از انگلیسی میتونن صحبت کنن، ولی کلا تا الان ارتباطات خوبی تونستم باهاشون بگیرم، هم با مردمش هم کلا توی هر حیطه دیگه. کشور خوبیه، شاید ذره برای اقامت گرفتن یه پروسه هایی رو باید طی کنی، یه ذره سخت‌تر باشه، ولی در کل قابل زندگی کردنه و میتونی زندگی تو توش بسازی. برای شروع خوبه. بعدش برنامه داری جایی می‌خوای بری یا نه همینجا می‌خوای بمونی؟ فعلا که هستم، اما اگر قصد داشته باشم که از اینجا برم، پلن دومم احتمال خیلی بالا آلمان باشه که به خانواده بپیوندم. فعلا که آره فعلا همینجا موندم. خب الان اینجا باید بریم سوار مترو بشیم. آره درست، باید بریم اون دست خیابون سوار مترو بشیم، یه چند تا ایستگاه بعدش یه 20 دقیقه اندازه همین مسیر پیاده روی داریم و بعد میرسیم. بریم ببینیم چی بریم. از جاذبه های دیدنی ارمنستان تقریبا همه مردم عاشق حیواناتن. اینجا جایی رو پیدا نمی‌کنی که کسی یه حیوان کوچولو یا بزرگ دستش نباشه. خیلی همش علاقه‌مندن. Can I touch it? Oh my god, hi! کوچولوترین موجود دنیا واقعا گربه. حالا یکی از جاذبه های گردشگری ارمنستان این دستگاه های قهوه سازه. همه یعنی امکان نداره اینا رو ببینی عاشق ارمنستان نشی. جای شهر از اینا هست، شما سکه میندازی، قهوه یا نوشیدنی، شات چاکلت، چای، هر چیزی که دوست داری از این میگیری. فقط دیگه بسته به شانسته که شکر بریزی یا نه. مثلا من شکر دوست ندارم داشته باشه، همیشه بدون شکر میزنم، ولی یه چیز داره فکر کنم میتونی صفرش کنی. مثلا من با این همیشه صفرش میکنم ولی دوباره زیاد میشه. ولی خب مثلا حالا شاید من بلد نیستم تا الان که حالا این زیرو شکرش رو صفره. شکر رو میندازیم نه بدون شکر، هات چاکلت. حالا میفته اینجا، از اینجا لیوانش در میاد برامون پرش میکنه. معجزه است. از جاذبه های گردشگریه که حتما باید ازش دیدن کنید. خب بکنم تا هنوز آماده نشده. یه دونه هم واسه من چیز بکش. چی میخواین؟ شیر خالی. شیر خالی، شیر گرمه ها. آره دیگه آره. شیر گرم. اینجا خوشبختانه الان ما توی تقریبا اردیبهشت داره تموم، وسطای اردیبهشتیم و اینا همیشه اینجا هوا خنکه، یعنی حتی تابستونش هم گرماش اونقدی نیست که بخواد مثلا اذیتت کنه. خب این از نوشیدنی آره من. صبح که بارون داشت میومد. آره این از نوشیدنی ما. یکی از دلایلی که این چند وقت من نتونستم تمرین کنم همین بارندگی‌ها بودن. به عنوان بهونه میشه بهشون فکر کرد. حالا من اینو از دست شما میدم. پس من اینو فعلا رد کنم. رسیدیم به مترو. آره متروی
ریپابلیک اسکوئر. آها. بریم اول کارتمون رو شارژ کنیم. آره اول میریم کارتمون رو شارژ میکنیم. بعد کلا متروش خیلی کوتاهه، یعنی مثلا کلا 6-7 تا خط بیشتر نداره. یه دونه خط داره، 6-7 تا ایستگاه وای میسه. آره بعد و تموم. کلا کل ایستگاه متروش همینه، خیلی کوچیک و سریع به جایی که میخوای بری میرسی. حالا الان میریم اول کارتمون رو شارژ کنیم. یکم سخته نه؟ من چند بار خواستم بگیرم اصلا عجیب. آره یه وقتایی چینج تو مثلا یه چیزی رو اشتباه بزنی بقیه پولی که دادی بهت بر نمیگرده. یه ذره باید دقیقاً بدونی که آره کدوم دکمه رو بزنی. بریم چپ. آره اینجا نزدیک اولین خونه‌ایه که ارمنستان اومده بودم گرفتم. اولش که اومده بودم چون با خانواده بودم این خونه گرفتیم دور هم دیگه. ولی خب بعدش دیگه من خونه رو تحویل دادم از سر دلتنگی و اینکه دلم میخواست حداقل جایی باشم که هر موقع که خانواده‌ام اومدن احساس راحتی کنن یه تایمی به خودم دادم تا یه جایی بهتر پیدا کنم براشون. حالا خوشبختانه اون جایی که بعد ریس پکمون رو تحویل بگیریم به این خونه‌ای که من دارم، یعنی به خونه‌ای که من داشتم خیلی نزدیکه. حالا الان میریم، یه 25 دقیقه پیاده روی داره تقریبا. بعد دیگه خوشبختانه سر تایم من میرسیم. چی میگن؟ اصطلاحاً چی گفتی تحویل بگیرم؟ اسمش ریس پکه. یعنی اون مثلا یه بگیه که داخلش شماره‌ای که به لباست میزنی، یه حالا یا ژل یا مثلا چیزای پروتئینی یا اون برای اون کسایی که اسپانسر اون مسابقه شدن، یعنی اون کسایی که اسپانسر شدن یه سری چیزا در اختیار شرکت کننده ها قرار دادن. حالا که حالا ممکنه برای بعد از مسابقه خیلی به دردمون بخوره. بعد دیگه الان اومدیم بیرون، میریم یه پیاده روی میکنیم و محل مسابقه رو میبینیم. دقیقاً همون جایی که ریس بک رو تحویل میگیریم جاییه که مسابقه قرار برگزار بشه. خب من لوکیشنش رو در بیارم. خب آره الان ما همینو مستقیم باید بریم تا خیلی خوشگله. الان ساعت 7، اینجا تقریبا تا ساعت 8 هوا روشنه، بعد تازه میره رو به تاریکی. خیلی وقتا مثلا ساعت 6-7 بیرونی نمیفهمی دیگه دیر وقت شده و خسته ای و باید برگردی خونه، تازه ساعت رو نگاه میکنی میفهمی. حالا اینجا شمال ایرانه جنوب کجاست؟ جهت جغرافیاییشو نه خیلی اطلاعی ندارم. فقط تنها راهنمایی که میتونم بکنم اینه که توی خط اول ایستگاه متروشونه بار کاموتیان یه همچین چیزی اسمش، بار کاموتین، ذره تلفظ لهجه هاشون کلماتشون سخته. توی این 2 ماهی که اینجا بودم تنها کلمه‌ای که از ارمنی یاد گرفتم سلامشون بوده با رفزس و یه کلمه مرسیشون مثل خودمونه، یه کلمه هم دارن شنورگالیسیون که تشکر، همون تشکر خودمونه، متشکرم اینا، ولی اونا میگن مرسی. خداحافظی هم یه کلمه چیزی میگن آخ چون چه دیگه همچین چیزی نمیدونم، خداحافظیشون رو هنوز یاد نگرفتم. آره کلا تلفظ کلماتشون خیلی سخته واقعا.
یعنی بعد هر جا بخوای کار پیدا کنی باید حتما یه ذره المانی رو بلد باشی حداقل. یه اتفاق بدی افتاده من برای تحویل این الو نگاه داخل سالونی. وای کجایی؟ آره ببین کیف مشکیمو یه دقیقه باز میکنی؟ کیف مشکی که کیف لپتاپمه، یه دونه کیف مشکی بزرگ دارم توش کلی کاغذ و ماغذ و این چیزاست. یه تلقی داخلش هم پاسپورتمه هم سوشال نامبرم توشه. قهوه‌ایه پاسپورتم. فقط تو رو خدا پیداش کن. من یادم رفت با خودم اینو بیارم. نه گلگلیه نه. زیپ اولی بزرگی که داخلش چند تا دفتر دارم هست. توی اون باید باشه که یه پوشه داخلشه و تو اون پوشه چیزی نیست. و یه چیز تلقی مشخص معلومه. اتفاق بعدی که افتاده اینه که من پاسپورتمو فراموش کردم بیارم. دارم میخندم ولی خیلی استرس گرفتم که نکنه ازم قبول نکنن و حالا باید بریم ببینیم قبول میکنن یا نه دیگه. شانس بیاریم بهمون بدن. آره ببینیم چی میشه. هنوز یه ساعت وقت هستش بعد بدو برم بیام. خب یه نگاه میکنم توی دوربینم ببینم که با خودم عکس پاسپورتمو تو گوشیم دارم یا نه. اگه داشته باشم که شانس آوردم. ببین چند تا عکس از کپیشون و این چیزا هم اونجا از کپی شناسنامه هم اینا شناسنامه هم نه همون پاسپورتم مثلا مال ترجمه مدارکم و این چیزا. خواهی از اونم یه عکس بگیر بفرست مشخص باشه فقط. آره دیگه اینم از عوارض بیش فعال بودن و هیجان خیلی زیاد برای مسابقه باعث همچین اتفاقایی میشه. به این شانس بیارین که من فردا مسابقه رو شرکت کنم. حالا یه دور باید PDF که برام توی ایمیل فرستادن رو بخونم ببینم که چی میگه. must have your passport if you cannot pick up the package yourself another person in free form and خب خوشبختانه اینجا نوشته که اگر نتونستی با پاسپورت خودت این کارو بکنی مثلا با عکس یه فتوکپی چیزی از عکس پاسپورتت میتونی این کار رو انجام بدی یا ورسپکت رو تحویل بگیری. حالا ببینم با عکسش کفایت میکنه یا نه. شانس بیاریم قبول کنن. ستاره بیاین و بریم این زیر و بریم این پایین. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't real
تک تحویل بگیریم. I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes. تصمیم گرفتم که اینو بپوشم تست کنم ببینم اندازمه یا نه. بچه‌ها دیگه شما پیسی شرت پوما رو داشته باشید، مسابقه رو شرکت نکنید، زندگی رو بازم بردیم. این یه تبلیغ بود آره میتونه تبلیغ باشه. این قشنگ فیت منه، سایز حالا با شلوار جین خیلی بهش نمیاد ولی این به نظرم این بیب نامبر ما. خب اولا که 4 تا جا میذارن، سنجاق میذارن توی بیب نام داخل ریس بگ که بتونیم این لباسمون رو وصل کنیم. مهمتر از همه این تیکه کاغذیه که اینجا میبینید، این یه جورایی جی پی اسه، یعنی شما از طریق این میتونید بفهمید که مسابقتون رو چه تایمی تمام کردین. حتی اگر ساعت هم نداشته باشین یا مثلا اینترنت نداشته باشین توی مسابقه شرکت کرده باشین، از طریق این میتونید خیلی راحت توی سایت بعد از چند ساعت آپلود میشه رتبتون و حالا میتونید رتبه بندیتون ببینین که تو چه سطحی بودین و اینا. دیگه بهش میگن جیپ ست دیگه، حالا چیپ ست. सामने की देखो बासी ये कुछ कैसे मिला के कदम देखो किलोमीटर ये मेरा नाम है हमारा 7 किलोमीटर जराना बोलो چه برساستمین؟ مثلا دانسل da gitsin. Deba! Ali! نتیجهش خوب بود، رکورد خودم رو تونستم بزنم. خب چقدر شد دارمه؟ بذارین الان بهتون میگم. خب این شد 54 دقیقه و 30 ثانیه. من آخرین رکوردم مثلا طرفا 56 دقیقه بود، 2 دقیقه نیستی؟ یه تقریبا 2 دقیقه رکورد سابقمو زدم. یه پی آری این وسط برای خودم ساخته شد. خیلی تجربه باحالی بود. مسابقه خلوت و خوبی بود کلا.